ازت نوریا نوریا کی پیشنهاد کرد؟ امین اویلا ماشاءالله. اگر نوریا همیشه نورایو نه که این نور اسم فاعل نیست که با جنس که رودش کنی و نام کنی. یک نام پیشنهاد میکنم توکلت به خدا رئیسو اگر گفت قبول کنه یا بگو. همین نوریا اصلا به همین شکل نام نیست. یگان مقصد شخصیتی بزرگ یگان آدمی که در اسلام نام گفته است به این نام نیست. انا همین خاطر زینیرش نام کنی بهتره. زینیره یعنی انا صاحب نور، انا نوری گفته. انا زینیره صحابه زنه. زینیره ها؟ زینیره نون خطیه نه خطی زینیره یک زنی بود با نام زینیره. انا کنیز به دست همین قدر اسلام قبول کرد، همین قدر جور و ظلمش کردن که ای شدت جور و ظلمی همون صاحبش چشمش کورشید. حضرت ابوبکر صدیق وقتی اوگاشید رفت همون را خرید، آزادش کرد، گرفت نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردش. حضرت دیدش جور و ظلمی بسیار کشید است توخی. بعد دستور را برداشته در حقش دعا کرد که خداوند چشمش بینا کرد. دختره که ولی شوهر نکرده دست توخی، یاش بوده صاحب جمال. خداوند میگه به شرافت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چشمای همون را بینا کرد. این هم یک قهرمان در زمره مسلمانای اول حساب میخورده. بسیار نامی بعضی بخشروهی. مقصد که این یک شخصیت تاریخی صحابه این دنیا را هم اگر بکوبی خاکی پای صحابه را دیگر نمی‌کنه که جو. انا خیلی پیشنهاد کن خودت. روی که انا کورم در این مسئله زورم. رئیس همیان. خداوند این نامی بزرگ زیبا را براش مبارک کنه. جمعی مراد و مقصود و اکرام حاصل بسازم. برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن خداوند به همین خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی عقیقه فرزنداشون و نبیروهاشون برسونه. الان همین خیلیم برای ما میسوزم همه آل دم کنیم هم خیلیم خود دست پنهان نیست. عالم و سری و خفیاتی زیر و بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماواتی. شکر حمدی تو چند توانم کرد حافظ فی جمیع حالاتی. هر دعایی که میکنند این بندگان دست به دعا برداشته. پروردگار دعای ما بنده‌های عاجز در این محفل خیر که سنت از سنت‌های حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است، اون است که ارواح گذشته هامون، ارواح گذشته های صاحبای این منزل این محفل رحمت و مغفرت کنی. با بیماران پروردگار شفای کامل و عاجل عنایت فرمایی. خداوند برادرها و فرزندای رهدورمون در پناه امن عصمتت محفوظ بداری و سالم و غانم سربلند تنصحت با دیار بر بگردانی. پروردگار با بیزن و زن صالحه نصیب گردانی. به فرزندان را صاحب فرزندای خوب و صالحه سازی. حاجی دلشادی ما را پروردگار که اینا 4 دختر دارد شکرانه نعمتی ترا پیوسته میکند. یک پسرک هم عطا کن. پروردگار در منزلشون فیض و برکات خویش را نازل فرما. خدایا عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگار غیرت همت منبته که وقتی صاحب فرزند میشویم سعی کنیم که فرزندا را مؤمن و مسلمان و محب به کمال برسانیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. دو دستش همه قشود خرسندی هست، همه قش شکرگزاری هست که حقا دوره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم 4 دختر داشت. از همون دخترها به حد راضی بود، همه خرسند بود. همین مردی که اگر دختر تربیت کنه والله همین خیلی فایده و منفعت میبینه که 800 بچه را بیهای. آیت حدثنی 800 بچه را بیهای. المرأة صالحه خیر من 1000 رجل طالح. یک زن صالحه از 1000 مردی فاسق و فاجر در بالا میسته. اصلا بگیریم همین تاریخ اسلام مرتبه زنها به نهایت بلنده. ما تاسفانه هم دیگه عادت کردیم دختر چی و گپش چی فلان و بستمدان دختر خادم خاندان و ایلو به خدا قسم اگر یا تاریخ نظر بدوزه
اولین زنی که اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرده زن بود، مردک نبود. بیبی خدیجه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت بر من وحی اومده است، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. اول زنی که از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اول شخصی که از قفای حضرت صلی الله علیه و سلم اقتدا کرده است، نماز خوانده است، حضرت بیبی خدیجه مادر بونه. اول زنی که در اسلام شهید شده است، اول شخصی که در اسلام شهید شده است زن بود، مردک نبود. مش در کندک سینمو میزنیم. اول شهید در اسلام سمیه نبود، مادر عمرو ابن یاسر. وی زنو را خدای تعالی اگر غیرت شد یک زنوی میشود، یک خدمتوی میکنن که با خدا قسم 1000 مرد کاری او را انجام داده نمیتونه. مسلم کو را پرستار شمرد، بهره از حکمت قرآن آورد. همین مسلمانی که زنک گمان میکنه که یک خدمتگار و یک پرستار از حکمت قرآن بهره بردگی نیست. نیک اگر بینی عمومت رحمت است، زان که آن را با نبوت نسبت است. اگر همین اندک عقل تا کار بفرمی، اوخی این مادری با پیغمبری نسبت داره. پیغمبر غمخور در حق امتاش است، مادر غمخور در حق خاندان، در حق فرزنداش. یک علیکم السلام. بیه شما بیه بچه. یثریب که بعدا با شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره نام گرفت، یک زن میزیست با نام رومیسا، تخلصش ام سلیم بود است. از همون بنی نجار است، یعنی که از خیش اقربای موکلان رسول خدا صلی الله علیه و سلم حساب میخوره. همه عبدالمطلب بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادرش سلما از همین بنی نجار بود و همین یک قرابت خیشتواری داشتن. رومیسا میگه وقتی آگاه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شده است، در مکه مکرمه است، ولی ندید استش ایمان آورد، مسلمان شد. شوهرش مالک ابن نضر همقدر سیاست کرد، دعوا کرد که گپش قبول نکرد، قهر کرد، دماغش سوخت برمد برفت. هم تا بینام نشان گم شد، اخیر الامر با بعضی روایات در همین شام میگه وفات کرده است، رفته است. اینا پدر انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. بله. میگه یک جوانمردی بود با تخلص ابو طلحه در همین شهر یثریب، شخص ثروتمند، با عقل، با ابرو و عزت، با تقوا. یعنی که با تقوا در همون مثل خودش که مهمون عزت میکرده است، مقصد به حق همسایه جنگ دعوا نمیکرده است، او دمی با اندیشه و با عقل بوده است. بسیار صاحب جمال. میگه خواستگاری اومد که یا ام سلیم مرا نمیگیری، بگو زوری تو به من نمیرسه، گو من لازم شود جان مفیدات میکنم، تمام مال مفیدات میکنم، یا بگیرم که من ای خورد ای جوانی میگم من ترا دوست میداشتم، خداوند این شرایط امکان داده است. مهر چند قای همین چند دهنت میبره بگو، مهرتا من حیا میکنم. رومیسا گفت که مهر من کلمه شهادتی تو. این هم بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگیرم. مهر من میقر. سبب اسلام آوردن ابو طلحه همون زن شای رومیسای ام سلیم، مردک همی کارا کرده میتونه. سبحان الله. ابو طلحه از زمره نزدیکترین صحابه پیغمبر حساب میخوره، آدمای نزدیک بود. یک پسرک داشت، همون انس ابن مالک که شوهر پیشینش. میگه وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم مدینه منوره اومد، این شهر اصلا نامش یثریب است، این به شرافت قدوم پیغمبر و سکون پیغمبر نامی مدینه را اصلا مدینه الرسول میگن، یعنی شهری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میگه نزد ابو طلحه اومد، گفت من زنکم، ای بای که در بین حلقه مردکا بدرم، همین بچه که مرا، اکی بچه پیسندر شده بگی، همین بچه مرا بگی بر برو عذر خواهی که یا رسول الله من غیر همین هیچی نداره بخی، نباشه فداد میکردم، میگه بچه کم در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. ابو طلحه را میگه دست یمو انس گرفت آورد نزد حضرت،
گفت که همین رومیسای امی سلیم زوجم همین خیلی تاکید کرد. حضرت در حقش دعا کرد و 10 سال تا وقتی وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک ای بری حضرت دور نشیده است، خدمت حضرت کرده است. 10 سال میگه خدمت حضرت کردم، یک روز نگفتم که چی با این کارای تری کردی، چی با فلان کارا نکردی. خشا به حال خادم، خشا به حال مخدوم. انا ایره اسلام میگن، اینه خیلی جان فدا انیو. همه امی سلیم در جنگو قطعی حضرت صلی الله علیه و سلم اشتراک میکرده است. در جنگ حنین وقتی که اصلا می بعد فتح مکه شماره مسلمانان به نهایت زیاد شده بود، لشکر زیاد شده بود، قصد کردن که بنی حوازین را مقصد تورمار کنیم. بنی حوازین بر ضد مسلمانان لشکر گرفتن، جمع کردن آوردن. شماره مسلمانان و طرفدارای اسلام زیاد بود، اگه در بینشون کسایی بودن که اسلام نآورده بودن، به خاطر اینم غنیمت جنگی اومده بودن، او را طلقا میگن. میگه همین وقتی جنگ ده از بس که علیکم السلام بیا بچه بشید، از بس که شماره زیاد بود گمان کردن که پچق میکنه میبنی حوازینا همه اتک کرده اومده استیان. این مردم هم همین مردم جنگاور آخی جنگ دیده زسده کردن در موضع ایده طرف بجا شیدن یا را مقصد که رها کردن که در بین در اومدن با ایده طرف وقتی که تیرشب شو کردن گریختن دیگه در لشکر دیگه یا پانیک غلطید همدیگر را زیری پاک کرده و گریز یک حالت به حد ناگوار شده می حالت تو به حدی که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه نگاه کرد یا معشر الانصار، ای انصاریا در کجایش بود؟ انصاریا مردم مدینه منوره را میگن. دیگه میگه وقتی که صدای حضرت شنیدن در کجای یک انصاری بود لغت کرد پیش حضرت اومد. دیگه با اسب شتر اومده نمیشی، راه محکم پروبگاه هوا ای اسبا و شترا فرمدن زیری پای اسبا قطعی نمیتا لغت کردن اومدن بری پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتن. این گواردیای حضرت ایوخی اطراف شای احاطه کردن، ضربه دشمن گردوندن و خشوب هجوم گذاشتن. همین وقتی که انصاریا میگه حضرت احاطه میکردن ابو طلحه را همون جای حضرت گفت که یا رسول الله امی سلیم بین یک خنجر یعنی قرار گرفته است در دستشو پیش حضرت بادا ایستاده است. بعد گفت یا امی سلیم این چیه در دستت؟ گفت یا رسول الله خنجر. چیکارش میکنی؟ گفت به خدا قسم هر مشرکی همجا بیاد شکمش چوک میکنم. نخو من زنده باشم و به سر پیغمبری من هجوم کنم شکمش چوک میکنم. گفت بعد خندید حضرت گفت یا امی سلیم انشاءالله خدا بزرگای مسلمانو با قوت هم مقصد ولی ما احتیاج به خنجر زنی نداریم. گفت یا رسول الله همه کسایی که گریختن کو میدان تر کردن گریختن همش به قتل برسون. یا جوان مردی نداشتیان، مردک نبودیان، نخواد در پهلوی پیغمبر باشی و جنگ بکریزی. که گفت یا امی سلیم خدای تعالی برای ما را کافی است. خدا باید تری جوان مردای را غیرت میته که اطرافی من را میگیرن. من احتیاج به او طلقا ندارم. طلقا کسایی را میگن که به خاطر غنیمت جنگی اومدگیان، او مسلمان نیستن، غنیمت میشه میگیریم. گفته قصه کوتاه این خیلی زنی جسور به غیرت بود. حضرت با همون غنیمت ها را وقتی گرفت با انصاریا یگون چی نداده است، از جمله به همین امی سلیم هیچ چی نداده است. غنیمت جنگی را گرفت در بین همون طلقا و در بین مکی ها و دیگر تقسیم کرد. بعد جوان‌ها به طاقت شدن، گفتن سبحان الله این جنگ ما کردیم حضرت غنیمت ها گرفت در کارش یاد داد. مقصد که سیوفنا تقطر علی دماء قریش و غنایمنا ترد علیهم، اینو که شمشیرای ما تازه را خون میچکه، خونی همین مشرکا و غنیمت های ما را میگیرن در یومیتن. خبر به حضرت صلی الله علیه و سلم رسید. امر کرد گفت انصاریا همه در یک موضع جمع شین، همه را جمع کردم که مجلس. و گفت که منم تری گپا شنیدم میگه راسته؟ گفتم بله ما گیله داریم و جنگ ما کردیم یا گریختن برای چی جنگ؟ مقصد غنیمت ما را گرفتید یا تقسیم کردید. یکیش در بینشون با نامش اکثر حضرت ابو سفیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر و
300 گوسپند خیلی پول زیاد دادگی همش هم خیلی حتی هم صفوان ابن امیه ولی اسلام قبول نکرده بود پسر امیه ابن خلف اما خیلی مقدار به نهایت زیادی مال داد اما که جنگ کردیم او را هیچ نداد حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اما ترزون ایجی الناس بشات و بعیر ایذهب الناس بشات و بعیر و تذهبون برسول الله صلی الله علیه و سلم شما گفت روزی نمیشه که مردم شترا و گوسپندا را پیش کرده به خونه شون برن شما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بگیریم مدینه بری همین در روزی نمیشه که گفتم به خدا قسم ما 100 بار روزیم ما گمان کردیم که اگه مکه فتح شده است دیگه ترک ما میکنی مودم که قطعی ما برای ما 100 بار روزیم حضرت گفت الانصار و شعار و الناس و دسار انصار شعار هستند یعنی که همین قسمت داخلی لباسی من در صورتی که مردم دیگر همین قسمت بیرونیش انصار با بدن من نزدیکند والذی نفس محمد بیده قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار اگر همین تمام مردم دنیا به یه راه بروند انصاری های من گفت اگر به یه راه بروند من البته ای پشتی انصار برم اینا ببینه مردای همو انصار اونم جوان مردای بغیرت همه به شرافت زنها اسلام آوردن ایمان آوردن برای هیچ وقت به چشم کس و دختر و زن دیگه نکنه خدمت زن در اسلام به نهایت زیاد است من ولی یک چند مثالکات آوردم یک صاحب زن بود به نام نصیبه در جنگ احد بعضی مشرکا را زد ای بالای اسباشو غلطان شمشیر قطعی زد سبحان الله حضرت گفت یا نصیبه این شمشیر زدگی در تاریخ ما یعنی شمشیر داد نقش تاریخ شدگی خشا به حال مرده که قدری زن هم میشناسه خشا به حال مرده که وقتی خدای تعالی دخترکش داد دختره تربیه میکنه دختری تربیه دیده و با عقل با هوش و قرآن خوان و نماز خوان به خدا قسم ایام پسرای تربیه دیده را در جامعه لازم تره امروز ما احتیاج به همین چیز داریم اکثر این همی خانوایرانی هایی که میشه عیسی بیاست که این دخترها تربیه دیده نیستن از اسلام با خبر نیستن قدر شوهر را نمیدونن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت کسی اگر به شرطی که دو دختر تربیه میکنه خدای بزرگ را 4 تاش داده است حضرت دو دختر تربیه میکنه اصلاح میکنه خانه مسلمانو را آباد میکنه فردا روز قیامت خدای تعالی امر میکنه همه 8 در جنت بروش باز میکنه صداش میکنن یا عبدالله هذا خیر ای عبدالله عجب یا ای بنده خدا این راه برای تو خوبتره یک شخص یک دختر داشته است بعد گفت یا رسول الله اگر یک تا باشه چی گفت اگر یک طرف ان شاء الله تربیت کردی به خاطر الله انا همین اجر و پاداش تو را انتظاره سبحان الله ایرا دست پنهان نیست عالم السر و الخفیات زیر و بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماوات شکر حمدی تو چند توانم کرد حافظ فی جمیع حالاتی هر دعایی که میکنند این بندگان دست به دعا برداشته پروردگار دعای ما بنده‌های عاجز در این محفل خیر که سنت از سنت‌های حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است اون است که ارواح گذشته هامون ارواح گذشته های صاحبای این منزل این محفل رحمت و مغفرت کنی و بیماران پروردگار شفای کامل و عاجل عنایت فرمایی خداوندا برادرها و فرزندای رهدورمون در پناه امن عصمت محفوظ بداری و سالم و غانم سربلند تنصحت با دیار بر بگردانی پروردگارا با بیزنا زن صالحه نصیب گردانی به فرزندا را صاحب فرزندای خوب و صالحه سازی حاجی دلشادی ما را پروردگارا که اینا 4 دختر دارد شکرانه نعمتی ترا پیوسته میکند یک پسرک هم عطا کن پروردگارا در منزلشون فیض و برکات خویش را نازل فرما خدایا عاقبت کارمون به خیر انجام ده پروردگارا غیرت همت ما بده که وقتی صاحب فرزند میشویم سعی کنیم که فرزندا را مؤمن و مسلمان و محب به کمال برسانیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و تولد دختر باید که شادی و خرسندی و زیادترک شود
پیغمبر خدا را ببینه. حضرت میگه فاطمه 20 منی. فاطمه یک بند جگری مای، یک گوشه بدنی مای. همین که دوستش میداشت، حضرت در جانش بیچاره بود. همولی همین پیشه همین صحبت ها هم دلشاد گفت که چهارمش هم دختر شد. گفتم خشو به حالت خرسان باش. به خدا قسم اینه والله من قسم خورده استم. الحمدلله پسرم دارم و دخترم دارم. او خیلی که من هم دختری کلانی ما دوست میدارم، بچه ما دوست نمیدارم. بچه های بند جگر تای میگه اگر همه هر دشت کیوس کنی من دخترم از یوترک دوست میدارم. برای که مقصد که غیرتش دیگه های، شوق رغبتش به دین اسلام دیگه های، محبتش دیگه های، علمش دیگه های، فرق میکنه. این گپایی که یک بچه باشه، یک بچه باشه. همین دختری با ناموس و با ننگ و با غیرت باشه، به خدا ای بچه ها دا میگذرونه. برای که دختر محبت داره، دختر پدر دوست میداره. دختر وقتی کلوشید پدر ای خوری میبروید. دیگه زغزغ بقبقی زنکه گوش نمیکنن. چویک شدن میکنن، سر لباسکاش میشوان، پاپوشیوش تازه میکنن، در پیشش میمونن. دخترای از ماشینای پدرها را میشوان. تازه میکنن. بچه ترمر ماشین تا میگیره میگریزه، با یگان جو آوری میکنه دردی سر میشوه. دخترک ماشینک تا تازه آزاده میکنه، آماده میکنه. خدا رحمت کنه مسافر پدرمون. همون وقتای بیماریش در خونه من بود. یک چند مدت خداوند همین نصیبم گردون. امکان یافتم که ولی همین پدرها همین بیماریشون هم به حکمت نیست آخی. اینم یه امکانیت است برای فرزندها که خدمت کنن. آخه او سالم و تندرست باشه خیلی خدمت میکنه. بعد همین برادرام، دادرام، اکما کلانیام، دادرام در هم گرد ونو هم. یه روز پس دو روز پس میان خبرش میگیرن. یک خواهرچه بود در حصار هر روز می اومد. با هم یه روز با بیچاره او شرایط امکانات خوب هم نداره. یه مسافر دیگه هم پنسه و منسه شما شد همون میداده که اون یک جور اپلی میو هیچ کار میکنه و معنیش کردن نمیتونست. همین قید تاکیدش بکنه نیو میوید. و این پدر ما خود دختر دوست نمیداشت. همین دختر چیه؟ در تخمش ده گفتم تری گپوی چی داشت رحمتی. با یه روز گفت که بچه‌م گفت با خدا گفت دختر با محبت تر میشید است. ایروی کودک دوره، شوهر دوره، خسر دوره. همین قچه همینجا کشیده و هر روز اومدن ایره ببین. مردکان خیلی غیرت نداره. ای برادر خود در این اکسیر زن کم نباید صدقی مرد صدقی زن. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دل باشد که کم زیش کم بود. خدا کنه که به قدری دختر رو برسید. ولی دختر را تربیه کردن در کار. دختر را اگر تربیه نکردی در قد کوچه سرد و بی سبب شرمندگی میشود، سبب خجالت میشود، سبب بی آبرویی انسان میشود. نه که به خدا قسم اگر دختر را تربیه کردی، دختری خوش اخلاق و با آداب تربیه شید، همو خسر خشتومنش هم میگن بر پدرت رحمت، شوهرم دائمی نداره میگه بر پدرت رحمت، رحمتت میشنوی. با شرافت دعای دختر، با شرافت خدمت دختر، خدای تعالی گناه بنده هاش هم میبخشه. در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زنی را شوهرش میگه که تو اومدن ما ای خونه نبرو. نمیگه اگر برمدی سه طلاق. میگه تو اومدن ما ای خونه نبرو. تاجر به دست تجارت میره، سفر تجاری. ای با این چند مدت میگذره پدر دختر بیمار میشه. میگه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم برادرش فرستاد که یا رسول الله اجازه هست که من ببرم؟ اوی شوهرم گفت نه برو، پدرم بیمار شده است. وقت پدر در زیبم حق داره. حضرت گفت که برا بگوش که اطیع زوجک، شوهر تا اطاعت کن که حق شوهر از حق پدر بلا میشه. وقتی دختر شوهر کرد اومدن گفتنش قرار صبر کرد، پدر از دنیا گذشت. باز میگه برادرش فرستاد اجازه هست که من برم مرده پدر و قلم بینم، در جنازه شرکت کنم. که حضرت باز تأکید کرد اطیع زوجک، شوهر تا اطاعت. زنی صالحه، زنی مسلمان میگه نرفت در جنازه پدرش. یک چند روز پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت فرستاد به همون زن. گفت برای بگنش که این الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. خداوند به پدرش رحمت مغفرت کرد. پدرش موارد رحمت مغفرت قرار داد
به سبب گوشکنی فرمان شوهرش از رفتن چی فایده و منفعت میرسید به اون پدر؟ هیچ. اما میبینه که به اطاعت شوهر پدرش در رحمت و مغفرت پروردگار قرار گرفت. این ای است. ولن دختر جدی ای باید حتما تعلیم تربیت کرده شود. به تعلیم تربیت که ما وای به حالی ما درماندگی میشه و حقیقتا خجالت میشه. در زمانهای پیش همون عرب ها بعضیش که همین از دخترها شرمندگی و خجالت دیده بودن به قول خودشو دوست نمیداشتن دخترها. حتی بعضیاش زنده بزیده در گور میموندیان. یک شخص با نام قیس از قبیله بنی تمیم میگن از حضرت صلی الله علیه و سلم اومد باره گفت یا رسول الله یک سال گفت ما با نعمان ابن منذر شاه حیره جنگ کردیم. نخست میگه هجوم کرد اومد در دهه ما دخترها را و زنها را همه را اسیر گرفت برد. مقصد کنیزک شدن. از بین یک چند مدت گذشت، شاید یکون سال زیادتر گذشت، بینمون صلح و صلاح شد. با صلح کردیم و شرط ما همین بود که همون دخترهایی را که ما گرفته بر بگردونیم. میگه نعمان ابن منذر گفت که آخه شوهر کرده گیان بعضیش او را چیکار کنیم؟ اختیار در دست اختیار میتیم. اگر بخواهن مایلش بروند. نه که اگر بگن شوهر رو مقدم هستیم ما دیگه کار نداریم. مقصد ما نمیتونیم او را مجبور کنیم. میگه دخترها را پرسیدم بعضیش حقیقتا پدر و مادر را اختیار کرد برگشت اومد. اما بعضی دیگرش از جمله میگم متاسفانه دختری ما همون شوهرش قبول کرد. همین شرم داشتم ایزا کشیده میگم در پیش قوم ما خیال کردم ناموس اومای دستم رفت است. دیگه میگم عهد کردم با خدا که هر دختری شود زنده و زنده در خاک میمونم. همین زنا میگن هر کدومش که تولد میکرد در او میگرفتم زمین هم میکندم هم تفلکه در تای خاک میپرداختم. ای با این چند مدت گذشت یه زن میگه حامله بود. من سفر رفتم میگه از سفر بازگشت کردم اومدم که علاقه وضع حمل کردگی دیگه حامله نیست. پرسیدم چیکار کردی چی زایدی؟ گفت مرده تولد شد. غلطید مقصد نورسی. دیگه میگه سراغشم نکردم. ای بین 13 سال گذشت. یه روز خونه میام که یک دختر جمال خشرو اینجا بازی داره. اگه تصور کنی که عادتا دختری 13 14 ساله خودش صاحب جمال میشه، دختری خودت باشه با چقدر بزه میتونه آخی. با میگه پرسیدم ای کی دختر؟ میگه زنم گریه کرد گفت که هم دخترچه تخته. من ترسیدم که گوروش میکنی در دست خواهرم داده بودمش. میگه همو کلونش کردن. خیلی دیگه کلونک شی دست کرد. و هم تدم دختر در کورای کو. میگه یگون گم نگفتم. بیچاره زن خیال کرد که من با تقدیر تن دادم. یک روز زن میگه کجای مهمونی میگه. میگه دختر من گفتم که بخیر بچم کار دارم. یه جو میریم. همین بیچاره شادی کرده قطعی پدرش یه جو رفته است. پیش من تری میگه دویده و توزیده پدر جان میریم. پدر جان ایجا چی نام داره؟ ایجا گجوهای. بعد اومده میگه یه جو کمک کندن گرفتم. گفت چیکار میکنی؟ گفتم ولی صبر که با میبینی. چیکار که کندم میگه. بعد برو اومدم بالا و با همون پشتی بیل یک تزدمش میگه. دادم هم چیکاری حالش. خاکم میگه بالاش چپا کردن گرفتم. میگم گریه و ناله پدر چیکار میکنی؟ تری نه گریه داره. حتی میگم دستش برو وردگی لبی دامنم قپید. همون میگه که ناموس ده ناموسی دنیا. من عهد کردگیم. اسلام به خدا قسم اسلام بود که همون عربا را از همین بند جهالت ها برآورده باشه در این طریق جهالت قرار داشتن. همون میگه دست شکندم هم تا تای خاکش کردم مور. دل جگرم پوره شد میگه اون کمی کارا کردم. حضرت هم تا نگهش داره. او بای دیده پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخت. گفت من لا یرحم لا یرحم. کسی رحم نداره هیچ وقت خداوند نسبت اون ترحم نمیکنه. الراحمون یرحمهم الرحمن. این آدمایی که رحم ترحم دارن رحم جان یو را همیشه الله میخره. اللهی که رحمان ای صفتش. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. شما غم جانی همین مردم زمین بخره نسبت همیو غمگسار باشه. خدای بزرگی که ملکوت خلق کرده است
فکر شما را میکنه و شما را حفظ نگهبانی میکنه. متاسفانه ولی در بین همین مردم رایج است همین قصه را به حضرت عمر نسبت میدن. اصلا یک دروغ محض است. قریشی ها هم در زمان جاهلیت و مشرکی را از بس که از شریعت ابراهیم خلیل علیه السلام یک مقدار مونده بودن و خونه و همین چیز هیچ وقتی کاری جاهلانه را نمیکردن. خاصتا حضرت عمر. این عمری هست که در هم زمان جاهلیت شراب خوردگی نیست. چه برسه بهتری جو نسبت یک عاجز یا بیچاره. این عمری هست که وقتی خواهرش فاطمه را میگه هم به غضب یا شپلق زد ای بنیش خون رفت خیس پشتی شوهرش گرفت بله مسلمان شدیم. چی میگوی؟ مسلمان شدیم چی؟ میخوایی همون دین بت پرستی پدرای شما را پیروی کنه. دید وقتی آبی دیده خواهرش و خونی بنیشه شخصی که قصدی کشتن داشت کشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه خیلی دیگر آرام میشید همین دلش مال از همین رحمت ترحم شد که گفت چی خونده استم ده کاغذ زده شون بود. حضرت خباب ابن عرد رضی الله تعالی عنه صحابی پیغمبرم را آورده است. در همون ورق سوره طه نوشته شدگی بود نه نازل شده است. بعد کاغذ نشانش داد خوش بگیره که گفت نجیسی تو درست نیست ایده قپیده. رفت غسل کرد اومد ایمان آورد. بعد دادش کاغذ گرفت چند سطر را خوان گفت سبحان الله اینقدر این سخنای بزرگ اینقدر چیزای پاک و تازه ببینید سبب اسلام عمر ابن خطاب که به نامش افتخار میکنه پادشاهای جهان ای شنیدن نامش میلرزیدن اینمی زن شدگی اینمی خواهرش فاطمه. برای همین نسبت زن باید که غمگسار باشیم اندیشه کنیم. همین خیلی که برای پسرت پول صرف میکنی و تربیهش میکنی در دختر زیادتر کردن در کار. دختری که قرآن خونه امکان نداره که یکون فرزندش بی سواد بمونه مجبور شو میکنه نمی شپلاق شبقتی گوشش نکشیده در بالای قرآن میشونه مجبور شو میکنه قرآن خون میشونه. دختری که مستوره های امکان نداره که دخترای او سطر پوش نباشه. دختری که نماز خونه امکان نداره که فرزندای او بی نماز شوند. پدر ایدر بیرون های نکی زن همیشه در داخل خونه های اول زن آخر زن آنگه زن مرد. پروردگاری فرزنده که مبارک بگردونه برای حاجی و خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه. فرزند خوب صالحه مستوره محبه خدا و پیغمبر به کمالش برسونه و شرافت خودم ای طفلک معصوم و شرافت احیای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند بزرگ فیض برکات هرگز از این منزل محفل منقطع نگرداند. آمین. دست پنهان نیست عالم السر و الخفیات زیر و بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماوات. شکر حمدی تو چند توانم کرد حافظ فی جمیع حالاتی. هر دعایی که میکنند این بندگان دست به دعا برداشته. پروردگار دعای ما بنده‌های عاجز در این محفل خیر که سنت از سنت‌های حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است اون است که ارواح گذشته هامونه ارواح گذشته های صاحبای این منزل این محفل رحمت و مغفرت کنی. با بیماران پروردگار شفای کامل و عاجل عنایت فرمایی. خداوند برادرها و فرزندای رهدورمون در پناه امن عصمتت محفوظ بداری و سالم و غانم سربلند تنصحت با دیار بر بگردانی. پروردگارا با بیزن و زن صالحه نصیب گردانی. به فرزندان را صاحب فرزندای خوب و صالحه سازی. حاجی دلشادی ما را پروردگارا که اینا 4 دختر دارد شکرانه نعمتی ترا پیوسته میکند یک پسرک هم عطا کن. پروردگارا در منزلشان فیض و برکات خویش را نازل فرما. خدایا عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگارا غیرت و همت منبته که وقتی صاحب فرزند میشویم سعی کنیم که فرزندا را مؤمن و مسلمان و محب به کمال برسانیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.